چنل یوتیوب ورد آف وب که قراره آموزش طراحی سایت رو یادتون بدیم که ما با ابزار HTML وردپرس قرار این کار رو انجام بدیم که بعداً قرار جاوا اسکریپت بهش اضافه بشه که برای بک‌گراند، یعنی برای پشت زمینه این سایت. با CSS بهش استایل میدیم، با بوتسترپ ریسپانسیوش میکنیم و همین کافیه فعلا. حالا بعد بحث اسکیول سرور و اینا رو بعد بهش میرسیم. خب HTML و CSS چیه؟ CSS قرار بهش یه استایلی ما بدیم که الان میتونم نشوندم و HTML and خب HTML و CSS ناکای HTML شما این کدا رو می‌نویسید، ولی با CSS که این میشه میان یه استایل رو بهش میدید که اگر حالا باز بشه اینا تو این عکس خیلی معلومه، اگر باز بشه انشالله تا کنم. حالا خیلی کیفیت نداره، فکر کنم قاعده فیلترینگه. شما این با HTML بدنه سایت رو طراحی میکنید. خب این بدنه لخته، یعنی یه چیز زشتیه. شما این با CSS یک استایلی رو بهش میدید، حالت لباس تنش میکنید و با جاوا اسکریپت یا همون JS میای بدنه رو تکمیل میکنی که یک سایت خیلی قوی بشه. مثلا حالا بعدا بهش میرسیم که فعلا بهش گیج نشین. مثلا شما میتونی با جاوا اسکریپت جای برنامه نویسی حساب میشه که مکمل HTML و CSS. مثلا میتونی یه کار کنید که روی دکمه بزنه کل متن رو کپی کنه، اینا رو دیگه با جاوا اسکریپت میسازیم که الان بهش نمیرسیم تا بعد. خب برنامه‌ای که ما باش کار میکنیم VS Code میتونید از سایت اصلی دانلود کنید که همینجا رو دانلود میزنید و میبینید ادامش چیز خاصی نداره. من ویدیوش هم بعداً واسهتون میذارم. یا میای سایت صاف 98 باز میکنید سایت رو، اینجا میزنید VS Code بیاره VS Code که خیلی حجم کمی هم داره، 97 مگ رایگان هم است. مهمترین چیزش اینه که رایگانه که شما نسبت به نسخه ویندوز خودتون، ورژن خودتون، ورژن سیستم خودتون اینو دانلود میکنین و پسوردشه که حالا خیلی چیز سختی نیست. خب میایم ویژوال رو باز میکنیم. خب اینا هم ببندم، اینا یه پوشه واسه ساخت فایل. خب اولین چیز ساخت فایل. حالا من با اینا رو میبستم ولی اشکالی نداره. خب میایم روی فایل کلیک میکنیم، اوپن فولدر، یه فولدر. اینجا یه فولدر رو همینجا میسازیم. مثلا میزنم آموزش، حالا انگلیسی فارسیش هم فرقی نداره، آموزش سلکت میکنیم میاد اینجا. خب الان پوشه آموزش واسه ما باز شده. شما باید یک فایل HTML بسازید که از اینجا نیو فولدر یا همینجا نیو فولدر یا کنترل N که ما از همینجا میزنیم مثلا آموزش وب. خب چرا نیاورد؟ الان ما این بیشتر واسه حالت این نوتپد شد، یعنی چیز خاصی نمیتونی اینجا بنویسی. الان من HTML نمیاره. چرا؟ چون باید یه پسوند بهش بدیم. .html. الان این سایت ما شد، یعنی میتونیم اینجا کدا رو ما بنویسیم. خب سایت چی میخواد؟ داک تایپ میخواد، HTML میخواد، داخلش هید میخواد که ما دیگه نمیدونیم دونه دونه خط بنویسیم. ما اینجا فقط میخوایم یه چیز سریع یاد بدیم و تمامش کنیم. یعنی نمیام 0 تا 100، نه یه مثلا 50% چیزای مهم میشه میگیم. خب چون مثل HTML فایل حالا نه کل چیزایی که نیاز داشتیم اسکلت بدنه سایتمون نوشته شد. یا مثلا شما حالا جلوتر درس بوتسترپ رو یاد گرفتین دیگه، اینم نمی‌نویسین، میزنین بی فور دالر این که الان بوتسترپ رو شما هنوز دست بم ندارید. الان واسه من بوتسترپ و جاوا اسکریپت و اینا رو همه رو لینک کرد. ولی خب ما فعلا کاری با این نداریم. با کنترل زد برمیاریم تو حالت اوله.
خب شما باید واسه اینکه بتونی با ویژوال کار کنی یه چند تا اکستنشن نصب کنی که میای روی این گزینه که شما حالا اینا که چیزی نیست، یه لایف سرور رو باید نصب کنی. لایف سرور که توسط، اگه اینجا بگی توسط، فکر کنم توسط آقای دیه، من نمیدونم. شما یکی اینو باید نصب کنی، فکر کنم همین کافی باشه. این هم که مال PHP و شما فعلا همین نصب کنی. حالا اگر چیز دیگه بود داخل ادامه ویدیو بعدی یا داخل همین ویدیو آخرش واسه میذارم. فکر کنم همین کافی باشه فعلا، که دیگه نیاز نباشه شما بیاین اینجا کنترل اس بزنین سیو بشه و بیاین اینجا داخل فولدر آموزش از طریق مرورگر از خرابات دیگه نمیخواد. بیا از همینجا میایم یه کلیک راست میزنیم، یا اینجا کلیک راست میزنم Open with Live Server یا Alt به اضافه L، Alt او Alt به اضافه L، Alt به اضافه که دیگه نمیخواد. بیا سایت ما بالا هم. یک صفحه سفیده. حالا میپرسین چرا صفحه سفیده؟ حالا میتونید چند تا کد یاد بدیم و فکر کنم واسه این جلسه کافی باشه. میایم از این کدای اولیه سایت استفاده می‌کنیم. HTML lang، یعنی لنگویج HTML چطور باشه؟ این یعنی انگلیسی باشه یا FA یعنی فارسی باشه که راستچین بشه، که راستچین نمیشه ولی به بدنه وقتی بخواید سایت فارسی رو بزنید بهتره که این FA باشه، که وقتی که سایت ما وارد گوگل شه از طریق دامنه و هاست که می‌خریم بعدا وقتی وارد گوگلش می‌کنیم که رتبه سایت ما بالاتر باشه. UTF-8 برای اینه که سایت ما به زبونهای دیگه که نوشته میشه، مثلا شما یک کلمه فارسی توش قرار میدین اینجا اشتباه نگیره، مثلا 4 تا عدد این ور بندازه، حروف اون ور بندازه، پس سرش یه فاصله بذاره. خب ویوپورت که این باید باشه موقعی که بوت استرپ رو کار میکنیم، قشنگ با این آشنا میشیم. کاری هم بینش نداریم. تایتل نوشته داکیومنت، حالا ما میزنیم به فارسی هم میزنیم مثلا آموزش طراحی وب، کنترل سیو و آموزش طراحی وب تغییر کرد. این آیکونه که ما بعدا تو جلسه بعد میایم این آیکونش هم طراحی می‌کنیم با فب آیکون. فب آیکون رو بیاره الان مثلا، یا باید لینکش کنم فکر کنم فب آیکون باید لینکش کنم، این جلسه بعد بتونیم. خب کد اصلی نه، چند تا کد اصلی هم گفتیم نگیم، یه چند تا کد ابتدایی یادم H1 یه متن میذارم آموزش، همین آموزش کافی. کنترل سیو من بهتون بدون کنم آموزش. خب دیدین حالا بسیدتون ما چند تا H داریم، H2 H3 H4 H5 H6. خب چرا چیز دیگه برای نمایش نداد؟ فقط یه دونه نمایش داد به خاطر اینکه داخلش پر نشد. ما میایم اینجا یه دونه کلیک میزنیم، آلتو میگیریم، پایینش هم یک کلیک میزنیم، یک کلیک و پیستش میکنیم. ببینیم این آخر کوچیک H6 نیست، اینجا برعکسه، هرچی عدد کمتر باشه متن ما بزرگتر میشه. حالا من کجا رفتم؟ حالا من میارم این و ما کنیم H1 اینه، بزرگترین H1 که اینجا واسه تایتل میشه استفاده میشه. مثلا میخوان یه کالایی رو بذاریم اونجا، مثلا میخوان یه متن بذاریم، خب شما متن نسبت به اون عکس خودتون تنظیم میکنیم. اکثر جا از H2 H3 استفاده میشه، H4 5 6 یا حتی یکم زیاد استفاده نداره. حالا بستگی به سایت خودتون داره. یه کد دیگه میذاریم اینجا HR یه خط میدازه که حالا این هم زیاد استفاده، حالا بستگی به سایت خودتون داره بس، ولی با بردن باتم که حالا برای جلسات بعد یادش میگیریم زیاد از HR استفاده نمی کنیم. یه کد دیگه تگ بی میشه مخفف بولد که الان من یه متن میذارم
می‌نویسم متن و بولد نکن داخل نکنیم یکم متن چیزی که یکم بزرگتره، یکم جثه‌ش محکمتره که اینم استفاده زیادی داریم ازش. تگ پی، تگ پاراگراف که واسه متن اونم استفاده میشه، اینجا فهمیدیم متن بذاریم. یا اگر مثلا بعضی موقع خواستین داخل یکی از کداتون یه متنی بنویسید ولی خب چیزی نداشتین، نیاید همینطور چرت و پرت روی کیبورد بزنید، یه لورم بنویسید و بعدش یه عدد، مثلا لورم 10 خودش من واسه من یه متنی رو نوشت که حالا خوبه دیگه، واقعا بهتر از چرت و پرت زدن روی کیبورد. دیگه تگ دیو داریم که واسه گروه بندیه که خیلی 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 ازش استفاده داریم. تگ دیو که واسه گروه بندیه، میتونید داخل تگ دیو یه دیو دیگه بذاریم، اینجا یه دیو دیگه بذاریم. استفاده خیلی زیادی داریم ازش، استفاده خیلی خیلی زیادی داریم ازش که قبلا، حالا عکسش هم واسهتون میذارم، قبلا میومدن همینطوری واسه طراحی سایت. اینا رو پاک کنم، اینا رو اینطور باز کنم. خب میومدن گفتم خب این دیو بشه هدر کلاس، بشه هدر صفحه، این دیو بشه مین صفحه، این دیو بشه فوتر، نبخشید حالا ساید صفحه، حالا اینا رو بعداً بهتون میگم. این دیو هم میشه فوتر یعنی پایین صفحه، هدر که میشه بالای صفحه. خب مین و اساید یکیش میشه وسط، یکیش میشه کناره ها، حالا سکشن، اینا رو بعداً بهتون میگم، اصلا به اینا فکر نکنید. یکم فوتر که میشه فوتر میشه قشنگ این پایین پایین، این پایین پایین من، هدر هم میشه این بالای بالای من. ولی خب دیگه از این اصلا اینطوری استفاده نمیشه، از دیو خیلی استفاده میشه ولی نه اینطوری. مثلا واسه هدر میگن خب یه هدر میذاری، چه کاریه؟ مثلا یه اساید میذاریم اینجا، یه مین میذاریم، اینا رفته آخرش یه فوتر، حالا نسبت به سایت خودتون، مین، اساید، سکشن. حالا شاید بگیم خب دیو بذاری خب راحت تره دیگه، هی دیو 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 میذاری تا تموم بشه دیگه، نمیخواد هی هدر بذاری هی اساید بذاری. ولی نه اینطوری قشنگ هم سایتتون قشنگ تر میشه، یعنی معلومه یه کسی که یه چیزی بارش بوده اومده این کار رو انجام داده. هی دیو دیو بذاری خب اصلا اینطور سایت به هم میریزه، رتبهش میاد پایین تر. اصلا واسه کارفرمایی که این کار تحویل میدین، حالا اگر یه طرف یه کمی چیزی بارش باشه میفهمه سایت تو سایت استانداردی نیست، یعنی از اون استانداردهای اصلی برنامه‌نویسی خارج میشه. خب ولی اینطور خیلی بهتره. حالا بعدا میایم کامل حتی یه سایت هم طراحی میکنیم. فکر کنم واسه الان کافی باشه. یه چیز دیگه هم بگیم؟ نه همین کافی. روزتون بخیر. سابسکرایب یادتون نره.